100 بار در این مسئله صحبت کردم کسی گوش نداد. گوش بدین چی میگن. شوهر از این چقدر یک آدم بی غیرت است که اجازه داده زنش پیش یک مرد نامحرم بره و موهای خود را اصلاح بکنه. اینا به محض ورودشان به اروپا فرهنگ و عنعنه و مذهب و دین و شریعت خود فراموش کردن و مثل یک امریکایی یا یک غربی اصیل رفتار میکنن. زمانی که یک انسان تصمیم به مهاجرت کردن میگیره یک معنی داره. من از فرهنگ کشور خودم، من از عنعنات کشور خودم، من از روش زندگی در کشور خودم دیگر بیزار شدم. دوست دارم برم در یک کشور دیگر با روش زندگی اونا، با فرهنگ و عنعنات اونا زندگی بهتری را تجربه کنم. چرا همیشه فشار بیاریم به مردم که برن در امریکا فرهنگ افغانیگی پیاده کنن؟ چرا همیشه به مردم فشار میاریم که این فرهنگشون را حفظ کنن؟ اگر قرار چیزی را حفظ کنین بمانین در داخل کشور ما حفظ کنین. اینا مهاجرت میکنن که روش زندگی جدیدی را تجربه کنن. یاس چی میگه که وقتی که لای مبل غذایی گندیده جا مونده باشه هر جا نقل مکان کنی بازم خانه بو میده. تو اگر قرار باشه که این فرهنگ و این کلچر را بازم به خودت به امریکا ببری هیچ وقت نمیتونی که زندگی بهتری داشته باشی. اگر قرار چیزی را حفظ کنین بمانین در کشور خودمون حفظ کنین. بله، هدف ایشان از این که من باید فرهنگ اروپایی‌ها را یاد بگیرم مانند اینها زندگی کنم، هدف این حقوق دقیقاً این است. اگر روزی من در خانه بودم، خواهرم یا مادرم با یک مرد بیگانه وارد خانه شد، من باید طبق فرهنگ اروپایی دست به سینه ایستاد بشوم. اگر دوست پسر خواهرم بود عزت و احترامش را بکنم، اتاق او با خواهرم را نشانش بدهم. حالا اگر خواستم به دیسکوتیکم برم خودم به موترم بنشانم آنها را ببرم و هیچ حقی ندارم در مقابل آنها حتی زبان باز کنم. بله، دقیق راست میگن ایشان. این از فرهنگی که ایشان باید اینها و امثال اینها باید این را قبول بکنن و این است. یعنی ببینید چه قسم خودشون با زبان خود بیان میکنن که ما باید مثل اروپایی ها زندگی بکنیم. یعنی من باید اگر دیسکوتیک رفتم پدرم حقی چیزی به گفتن ندارد، خواهرم اگر رفت پدرم چیزی به گفتن ندارد، یا اگر پدرم با زنان متعدد شرابخوری رفت و گفت اینا همکارای من هستن مادرم حقی چیزی به گفتن ندارد. دقیقاً اگر مادرم با همکارای مردش بیرون رفت پدرم چیزی به گفتن ندارد. این است این فرهنگی که این آقا او را پذیرفته هست و این را میگوید که باید شما افغان ها هم دقیقاً چنین بیزات و حالا بی فرهنگ و چنین بی ناموس بشوید. خب حالا هر کسی سر سفره بزرگ شده است. ایشان سر چنین سفره احتمالاً بزرگ شدن که حالا به گفته خودشان روشن فکر هستن و باید مانند اروپایی ها زندگی بکنن و اینا را حق میدون. خدا ناباوری، چون اینا اگر آمد و گفت خواهر و فامیل و ناموس برای ما معنا دارد، بکوبید بر دهان خدا ناباور. چرا در خدا ناباوری اینا چیزی به نام ارزش، ناموس، چیزی به نام حالا به اصطلاح میانه عزت، حرمت، احترام وجود ندارد. در افکار یک خدا ناباور اصلا ناموس معنایی ندارد، هیچ معنایی ندارد و این چنین خودشون به زبان خود بیان میکنن. من که چیزی نگفتم، خودتان شنید.